یکی از آفت‌هایی که رابطه رو تهدید میکنه کنترلگریه. همون چیزی که اولای رابطه خودش رو به شکل دوست داشتن و پیگیری نشون میده. تو شروع رابطه که هر چیزی قشنگتره و آدم‌ها دنبال این هستن که هر چیزی رو به نفع خوب بودن رابطه، خاص بودن رابطه و شیرین بودن رابطه در واقع برداشت کنند. کنترلگری هم خودش رو به شکل پیگیری های قشنگ نشون میده. چقدر حواسش به هم هست، چقدر نگران منه، چقدر مراقب منه، چقدر به کارها و جزئیات کارهای من دقت میکنه. به مرور که رابطه حال هوای خودش رو از دست میده و اون حال هوای اولیه پر از شور کمتر میشه، دیگه این مراقبت های زیاد خوشایند اول رابطه رنگ میبازه و اتفاقی که میفته چیه؟ خودش رو به شکل کنترلگری نشون میده. کنترلگری باعث میشه رابطه پر از خستگی بشه، پر از دلزدگی بشه. فرد احساس کنه که توی قفسی به اسم رابطه گیر افتاده و نمیتونه خودش رو کنترل کنه و انگار اراده و خلاقیت و تراوت خودش رو از دست داده. و افراد کنترلگر عموماً با دلایل مختلف، منتها با دلایلی مثل اعتماد به نفس پایین، دلبستگی ناایمن، حتی تمایل به خودمحوری و خودشیفتگی هایی که دارند یا باورهای استرابی و وسواسی که دارند، میخوان همه چیز تحت کنترلشون باشه، من جمله رابطه، و توی سیکل معیوب میافتن طرفین. یک طرف رابطه کنترلگری میخواد طرف مقابل پارتنرش رو کنترل کنه، اون هم از این مسئله استقبال نمیکنه چون خسته شده، کم آورده و فاصله میگیره، پسش میزنه. اون وقت پارتنر کنترلگر بیشتر احساس ناامنی و اضطراب میکنه، بیشتر میاد جلو و طرف مقابل خسته تر میشه و مدام این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه تا جایی که رابطه دچار چالش ها و پرخاشگری های آشکاری میشه، همون هایی که تا الان نهفته بوده ولی الان آفت رابطه شده. حواسمون باشه با کنترلگری زیاد رابطه رو خراب نکنیم.